الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. با شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبلی به مبحث بسیار مهمی اشاره کردیم به اسم نفاق و گفتیم که نفاق در اصطلاح به اظهار ایمان و گفتن کلمه توحید با زبان و در واقع و در باطن کافر بودن اطلاق میشه. کسی که با زبان میاد و ادعا میکنه مسلمان اما در باطن هنوز مسلمان نشده و قبول نکرده و نپذیرفته اون اعتقادی رو که به زبان داره جاری میکنه. در آیات بسیار زیادی الله تعالی صفات منافقین رو برای ما ذکر میکنه. اگر همون اول قرآن شروع بکنیم فقط این صفات رو، چون بحث بسیار مهمه، سعی میکنیم که بیشتر این صفاتی رو که در این آیات ذکر شده بهش بپردازیم در آیات مختلف قرآن کریم تا خودمون رو پاک بکنیم از این صفت. خدایی نکرده اگر در وجود ما شیئی از اون هست و اینکه مواظب باشیم تا در اون واقع نشیم. در سوره مبارکه بقره الله تعالی بعد از اینکه ذکر میکنه 5 آیه رو درباره متقین و 2 آیه رو درباره کفار، از آیه 8 سوره مبارکه بقره الله تعالی 13 آیه رو درباره منافقین ذکر میکنه. 13 آیه درباره منافقین، 2 آیه درباره کفار. این خودش نشانه اهمیت این بحثه. خود این مسئله که 13 آیه راجع به منافقین ذکر میشه و 2 آیه درباره کفار بیانگر این خطر بزرگه، این فتنه عظیمه. الله تعالی در آیه 8 سوره مبارکه بقره میفرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. عده‌ای از مردم ادعا میکنن که اینها ایمان آوردن به الله، ایمان آوردن به روز آخرت، در حالی که اینها ایمان نیاوردن. اینها به زبون میان میگن، اینها کسانی که ادعا میکنن که به الله ایمان دارن، به ملائکه ایمان دارن، به روز قیامت ایمان دارن، به کتاب‌های آسمانی ایمان دارن، به قضا و قدر الله خیر و شرش ایمان دارن و اینها به روز رستاخیز ایمان دارن. اینها به ارکان ایمان در ظاهر ایمان می آورند، اینها در ظاهر ادعای ایمان میکنن. اینها وقتی که صحبت میکنن خدا و رسول رو هم شاهد میگیرن. اینها وقتی که صحبت میکنن زبون اونها چنان گرمه، چنان چربه که حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم به شگفتی انداخته بودن. اینها الله تعالی در سوره مبارکه بقره باز در همین سوره در آیه 24 میفرماید و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. ای پیامبر ما، عده‌ای از اینها، عده‌ای از مردم کسانی هستند که شما رو به شگفت می اندازه قول اونها در زندگی دنیا درباره مسائلی که صحبت میکنن. اینها عادت دارن، این عده وقتی تو محفل اینها انسان میشینه از خدا میگن، از رسولش میگن، از قیامت میگن، از قرآن میگن. اینها وقتی انسان با اونها هم نشینه آدم ظاهرش فکر میکنه که این انسان یکی از اولیای خداست. وقتی ظاهرش میشینه پیش اینا این همش فقط صحبت از دین میکنن. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه. در حالی که اینها علاوه بر این الله رو هم شاهد میگیرن بر این گفتهای خودشون، قسم هم یاد میکنن، قسم هم میخورن. و هو الد الخصام، در حالی که اینها بدترین دشمنان شما هستن. کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم به شگفتی انداختن. و در سوره مبارکه منافقون الله تعالی راجع به این صفت اینها، یعنی چرب زبانی اینها، یعنی اینها وقتی با زبان خودشون چگونه مسلمان ها رو فریب میدن، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو هم الله تعالی خطاب میفرماید که وقتی پیش شما هم بیاین شما در تعجب میمونید، حیرت میکنید از صحبت اینا. در سوره مبارکه منافقون تعبیری که الله تعالی استفاده میفرماید اذا رأیتم تعجبک اجسامهم، وقتی که شما اینها رو میبینید، اجسام اینها، ظاهر اینها، شکل اینها
شما رو به شگفتی میاندازه. و یقولوا تسمع لقولهم، وقتی صحبت هم بکنن شما صحبتشون هم گوش میکنید، شما میشینید گوش میدید صحبتای اینها رو، شما میشینید کلام اینها رو گوش میدید. اما اینها بدترین دشمنان اسلام هستند. برگردیم به سوره مبارکه بقره، آیه 8 الله تعالی فرمود اینها ادعای ایمان میکنن، اینها ادعا میکنن که ما ایمان داریم به الله و اینها ادعا میکنن که ایمان داریم به قیامت و ما هم بمؤمنین. الله تعالی اینها رو تکذیب میکنه. اون ذاتی که باید ایمان انسانها رو بپذیره، اون ذات هنوز ایمان اینها رو نپذیرفته، چرا که از باطن اینها خبر داره. اگر ما از باطن اونها خبر نداریم، الله متعال از باطن اینها خبر داره. الله متعال اگر اینها با زبونشون میتونن ما رو فریب بدن، اگر اینها با زبونشون میتونن ما رو به شگفتی بیاندازن و بلکه پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رو هم به شگفتی انداختند، اما الله تعالی رو نمیتونن فریب بدن. اینها میان و به دروغ اظهار ایمان میکنن. حالا چرا این کار رو میکنن؟ چرا به دروغ این کار رو میکنن؟ یخادعون الله والذین آمنوا، اینها میخوان که فریب بدن، اینها میخوان پنهان بکنن از پیش خودشون چیز رو، به خیال خودشون، به زعم باطل خودشون، اینها میخوان اون عقیده درونی خودشون رو پنهان بکنن از الله و از مردمی که ایمان آوردن. و ما یخدعون الا انفسهم، الله تعالی میفهمد اینها نمیفریبن مگر خودشون رو، اینها نمیفریبن مگر اینکه خودشون رو میفریبن. اینهایی که فکر میکنن این گونه با اظهار ایمان به دروغ میتونن الله رو بفریبند، اینجا فریب دادن الله به منظور همون منظورش فریب دادن رسول الله صلی الله علیه و سلم، چرا که شخصی که بر این باور باشه و بر این اعتقاد باشه که من پیامبری از پیامبران خدا رو فریب دادم، گویی که بر این باوری که الله رو فریب داده، چرا که پیامبر الله از طرف الله با وحی در ارتباطه و از طرف الله به او وحی میشه و به او گفته میشه. اگر پیامبر چیزی رو تایید کرد و پذیرفت و بر اون مهر تایید زد، از طرف الله هم منع نشد، این به این معناست که الله هم اونها رو تایید کرده. اینها به زعم باطل خودشون فکر میکردن که الله تعالی اینها رو تایید خواهد کرد. اینها چون خیال میکردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم که ظاهر اینها رو پذیرفت، پس الله تعالی هم اینها رو خواهد پذیرفت. و اینها از طرف الله تعالی در این آیات و آیات بعدی که ان شاء الله به اون گذرا اشاره خواهیم کرد، در آیات مختلف اینها رو الله تعالی رسوا کرد. و اینها همیشه از این میترسیدن. یحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، همیشه از این برحذر بودن، همیشه از این نگران بودن که نکنه سوره نازل بشه و اینها رو رسوا بکنه و این گونه هم شد. الله تعالی اینها رو رسوا کرد، الله تعالی اینها رو به ما معرفی کرد، الله تعالی اینها رو، صحبت اینها رو، اعتقاد اینها رو، اعمال اینها رو، رفتار اینها رو، حتی جملاتی رو که به زبان میارن برای ما معرفی نمود تا ما بهتر بتونیم این دشمنانی رو که در صف مسلمین ادعای اسلام میکنن بشناسیم. در آیه 9 الله تعالی فرمود اینها فکر میکنن، اینا گمان میکنن که الله و رسولش و مؤمنین رو میخوان فریب بدن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. جز این نیست که اینا خودشون رو فریب میدن، کسانی که فکر میکردن الله و مؤمنین رو فریب میدن، جز این نیست که خودشون رو فریب میدن، در حالی که اینها درک ندارن، در حالی که این حس و شعور و آگاهی رو ندارن، این شعور رو ندارن که بفهمن که اینا دارن خودشون رو فریب میدن، مسلمین رو فریب نمیدن. چون مسلمین الله تعالی آگاه کرده، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله تعالی آگاه ساخت. چرا این کارو میکنن؟ چرا به دروغ این کارا رو میکردن؟ فی قلوبهم مرض، قلبهای اینها بیماره، قلبهای اینها مشکل داره، ایمان در قلبهای اینها وارد نشده هنوز. اون اصل وجودی این انسان ها مشکل داره، خانه اصلی مشکل داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در وجود انسان ها یک عضوی است که اگر اون اصلاح شد تمام بدن اصلاح خواهد شد و اگر اون فاسد شد تمام بدن فاسد میشه. اینها از اصل مشکل دارن، آب از سرچشمه ناپاکه. قلب اینها مشکل داره، اینها در قلب خودشون کینه و حقد نسبت به مسلمین رو جا دادن، اینها در قلب خودشون اون حس انتقام جویی نسبت به مسلمین رو جا دادن، اینها در قلب خودشون هنوز تایید نکردن الله و رسولش رو، اینها در قلب خودشون هنوز به ایمان نرسیدن، اینها در قلب خودشون هنوز به تایید نرسیدن، به اخلاص نرسیدن، به توکل نرسیدن، به تقوا نرسیدن، به این صفات هنوز مزین نشدن. اینها قلبهای اینها بیماره، اینها اصل وجودی اینها بیماره. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله تعالی هم بر مرض اینها می افزاید. الله هم کینه اینها رو بیشتر میکنه، الله هم بغض اینها رو بیشتر میکنه، الله هم سنگدلی اینها رو بیشتر میکنه، الله هم گمراهی اینها رو میافزاید، چرا که خودشون نمیخوان، خود اینها نخواستن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب الیم.
عذاب بسیار دردناکی در انتظار اینهاست، عذاب بسیار سختی در راه اینهاست. چرا به ما کانوا یکذبون؟ چرا که اینها دروغ گفتن، چرا که اینها تکذیب کردن. اینها به زبانشون دارن دروغ میگن، چیزی رو میگن که قبول ندارن. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم. اینها به زبان چیزی رو دارن ذکر میکنن که در دلشون، در قلبشون به اون هنوز نرسیدن. به دروغ میگن که تو پیغمبر خدا هستی، خودشون به این باور نرسیدن، فقط دارن تظاهر میکنن به این. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. عذاب دردناکی در انتظار اینهاست، چرا که اینها دروغگوان، چرا که اینها در اعتقادشون دروغ گفتن، چرا که اینها در باورشون دروغگوان، چرا اینا در کلامشون دروغگوان، اینا در رفتارشون دروغگوان. همه چیزهای اینها دروغه. اگر عبادتی میکنن هم به دروغ دارن عبادت میکنن، فقط به خاطر فریبه، به خاطر دست یافتن به منافع مادی است. ادامه آیات الله تعالی میفرماید و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض. اگر به اینها گفته بشه فساد نکنید روی زمین، اگر به اینها گفته بشه که دست بردارید از این مشکلات، دست بردارید از این مصیبت هایی که ایجاد کردید، دست بردارید از این فتنه بافی ها، دست بردارید از این درویی های خودتون. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، یکی از صفات منافقین اینه که اینها علاوه بر دروغگو بودن روی زمین فساد میکنن. فقط باز در همین سوره الله تعالی در سوره مبارکه بقره در آیه 205 میفرماید و اذا تولا سعی فی الارض، وقتی اینها به قدرت میرسن، وقتی اینها به مقامی میرسن، وقتی اینها به کرسی میرسن، تلاش اینها چیه؟ سعی فی الارض لیفسدوا فیها. اینا تلاششون اینه سعی میکنن در زمین فساد ایجاد بکنن، اینا سعی میکنن تخریب میکنن همه چیز رو. اینجا فقط به جای اینکه آباد بکنن دارن تخریب میکنن، به جای اینکه دین رو آباد بکنن دین رو تخریب میکنن، به جای اینکه دنیای مردم رو آباد بکنن دنیای مردم رو دارن تخریب میکنن. سعی فی الارض لیفسدوا فیها و یهلک الحرث والنسل. اینها کشتزارها رو از بین میبرن، اینها مزارع رو از بین میبرن، اینها نسل‌ها رو از بین میبرن، اینها بزرگان قوم‌ها رو میکشن، اینها نخبگان امت رو از بین میبرن، اینها اون کسانی رو که این امید میره که از اینها یک ثمره، یک فرزند صالحی به دنیا بیاد، این امید میره که اینها مزرعه‌ای رو آباد بکنن، مزرعه‌ای رو بیان و به ثمر برسونن، این امید میره که اینها بتونن در آینده فرزندانی تربیت بکنن، شاگردانی تربیت بکنن که به درد جامعه بخوره. اینها میان اونها رو میکشن، هلاک میکنن، از بین میبرن. یکی از صفات منافقین اینه که پیوسته در جامعه اسلامی دنبال فسادن، دنبال تباهی‌اند، دنبال از بین بردنن، دنبال ترورن، دنبال قتلن. و اذا قیل لهم آمنوا و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی به اینها گفته میشه که فساد نکنید، مردم رو از بین نبرید، جامعه رو تباه نکنید، خرابکاری نکنید، میگن انما نحن مصلحون، ما داریم اصلاح میکنیم، ما اومدیم که برای شما آبادانی بیاریم، ما اومدیم که وضعیت جامعه رو حل بکنیم، ما اومدیم که برای شما آزادی بیاریم، ما اومدیم برای شما دموکراسی بیاریم، ما اومدیم مشکلات شما رو حل بکنیم، ما اومدیم برای شما تمدن بیاریم. اومدن کشورها رو میارن به بهانه‌های مختلف، به دروغ، با دروغ‌هایی که همون صفت اولیه این هست. کسانی که دروغ میگویند، با دروغ میاند و بر جوامع اسلامی حکمران میشن، حاکم میشن، به بهانه کمک کردن، به بهانه مبارزه با مشکلات، مبارزه با فساد، مبارزه با ترور، مبارزه با دشمنان وطن، مبارزه با دشمنان اسلام. اینها میان و بر شانه مردم سوار میشن و شروع میکنن به فساد. وقتی به اونها گفته میشه که فسادم نکنین، انما نحن مصلحون، فقط ما، انما کلمه حصر عزیزانی که با ادبیات عرب آشنایی دارن میدونن که اینها بر این عقیده‌اند که فقط ما داریم اصلاح میکنیم، بلکه شما دارید تخریب میکنین. ما اومدیم تا اصلاح بکنیم، ما اومدیم تا پیشرفت بریم، جامعه رو پیشرفت بدیم، ما اومدیم تا جامعه رو ترقی بدیم، ما اومدیم تا به جامعه معنی زندگی کردن بیاموزیم. قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله تعالی میفهمد اینها خود مفسدین واقعی اینها هستن. اگر مفسد روی زمین باشه اینها هستن، اینا خودشون مفسدن ولی نمیفهمن، درک ندارن، این حسشون نیست. چشم دارن، شعور، انسان با حسای پنجگانه اطراف خودش رو درک میکنه، با چشمش، با گوشش، با قلبش، با زبانش صحبت میکنه تا بقیه برسونه. اینا گوش دارن نمیشنون، اینا چشم دارن نمیبینن، اینا قلب دارن درک نمیکنن. همون تعبیری که قرآن کریم در جبه اینها داره، لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها
اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، اینها حیوانند، اینا مثل حیوانان، بلکه اینا از حیوان هم درجهشون از حیوانات هم درجه اینها بسیار پایین تره. الا انهم هم المفسدون، الله تعالی باز اینها رو دوباره تکذیب میفرماید. کسانی که ادعای اصلاح دارن، کسانی که ظاهرشون اینه که اصلاح میکنن، ادعای اصلاح دارن، اما در باطن جز فساد، جز شر، جز نیروهای منفی چیزی دیگه در وجود اینها نیست. الله تعالی دوباره اینها رو تکذیب میکنه. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. با ما باشید، با یک میان برنامه با ادامه این مبحث ان شاء الله بعد از میان برنامه با شما خواهیم بود. أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، ففيه السعادة فيه الهناء وطيب المعاش ونيل المنى وتصفو الحياة بهدي الحبيب. هلما فسر في ركاب الهدى. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به وعده خود وفا کنید. وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا، أعيش الحياة بنور الكتاب وهدي الرسول إمام الورى وأقف طريقا به الصالحون مضوا للرشاد وحازوا العلا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، الله تعالی در ادامه این آیات، یعنی آیات 8 تا 20 سوره مبارکه بقره در آیه 13 می‌فرماید یکی دیگر از صفات منافقین اینه که وقتی اونها گفته میشه و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی اونها گفته میشه که ایمانی بیاورید مانند ایمانی که مردم آوردن، اون موقعی که این آیات در صدر اسلام نازل میشد، مخاطبین این آیات وقتی که دیگه خطاب میشدن به این که شما ایمانی بیاورید مانند ایمانی که بقیه آوردن، منظور از بقیه کی بود؟ صحابه رسول صلی الله علیه و سلم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، وقتی به اونها گفته میشد، وقتی به اونها گفته میشه که ایمانی بیاورید مانند ایمانی که مردم آوردن، مانند اون ایمانی که یاران رسول صلی الله علیه و سلم آوردن، مانند اون کسانی که کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، مانند اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، مانند مؤمنان صدر اسلام، مانند اینها ایمانی بیاورید. بیاید ایمان بیارید مثل اینها، ایمانی مثل ابوبکر، ایمانی مثل عمر، ایمانی مثل عثمان، ایمانی مثل حیدر رضی الله عنهم اجمعین. اینها چی میگن؟ اینها میگن قالوا انؤمن کما آمن السفهاء، آیا ایمانی بیاریم مانند ایمان این احمقا، این نادانان؟ سفها جمع سفیهان، سفیه به معنی احمق، به معنی نادان، به معنی ضعیف الذهن، ضعیف الفهم، ضعیف الدرک، کسی که نمیتونه درست حسابی بفهمه، کسی که نمیتونه خیر رو از شر تشخیص بده، کسی که نمیتونه اولویت ها رو تشخیص بده، کسی که به هر حال خوبی و بدی خودش رو زیاد نمیتونه تشخیص بده. احمق در معنی فارسیش هم مشخصه. آیا ما ایمانی مانند این احمق ها بیاریم؟ وقتی که به این عده گفته میشه که شما اگر مدعی راستین ایمانید، بیایید مانند اون کسانی ایمان بیارید که الله تعالی ایمان اونها رو میزان سنجش ایمان بقیه امت قرار داده، یعنی صحابی رسول صلی الله علیه و سلم. در آیه 137 همین سوره یعنی بقره الله تعالی میفرماید فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر ایمانی آوردند به مانند ایمان شما، آمنتم یعنی شماها، مخاطبین قرآن، مخاطبین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که همون صحابه رسول صلی الله علیه و سلم بودن، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر کسانی که مدعی ایمانن ایمانی مانند ایمان شما، مخاطبین قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ای صحابه اگر ایمانی مانند ایمان شما آوردن، فقد اهتدوا،
پس آنگاه اینا هدایت شدن. و این تولوا، اگر روی گرداندن از این که بخوان مثل شما باشن، از این که ایمانی به مانند ایمان شما صحابه بیاورن، و این تولوا فانما هم فی شقاق، موقعی که اونا در یک شقن شما در یک شق، اونا تو یک راه دیگه شما در راه دیگه ای هستین. و وقتی که ایمان صحابه مورد تایید قرار گرفت، کسی دیگه ای که در راهی غیر از ایمان صحابه داره گام برمی‌داره، یعنی داره به ضلالت میره، یعنی داره به گمراهی میره. این معنا همون معنی است که در این آیه 13 سوره مبارکه بقره درباره منافقین الله تعالی فرمود و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس. وقتی به منافقین گفته میشه، کسانی که ادعای ایمان دارند اما الله تعالی ایمان اونها رو نپذیرفت، در همون آیه اول آیه 8 اشاره فرمود که اینها رو الله تعالی ایمان اینها رو نمیپذیره، اینها دارن دروغ میگن و عذاب دردناکی در انتظار اینهاست. کسانی که ادعای اصلاح دارن و در واقع مفسدین فی الارض هستن، کسانی که به اونها گفته میشه وقتی که به اونها میگویید بیایید و ایمانی بیارید به مانند ایمان اون کسانی که در صدر اسلام آوردن، ایمان صحابه، اینا میگوین آیا ما مانند ایمان اون نادانان بیارین، کسانی که صحابه رسول صلی الله علیه و سلم رو متهم میکنن به نادانی، کسانی که یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم میکنن به حماقت، متهم میکنن به درک نکردن حقیقت دین، اینها الله تعالی میفرماد الا انهم هم السفهاء. غیر از این نیست، آگاه باشید، با خبر باشید که اینها نادانان واقعی خود اینهان. کسانی که مسلمانان راستین رو متهم میکنن به نادانی، الله تعالی میفرماد الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. اینها همون کسان، اینها خودشون مفسدین واقعی هستند، اینها خودشون نادانان واقعی هستند اما نمیدونن. الله تعالی میفرماد یکی دیگر از صفات منافقین اینه که مسلمانان راستین رو به تمسخر میگیرن، مسلمانان راستین رو مسخره میکنن، چه مسلمانان صدر اسلام و چه امروزی ها. حتی امروزی ها هم خیلی ها هستن، وقتی بهشون گفته میشه آقا فلانی بیا دست بردار از این گناه، شما بیا مثل فلانی باش، ببین فلانی رو چقدر پایبند به دینش، ببین فلانی چه انسان خوبیه، ببین فلانی چه اخلاق اسلامی زیبایی داره، ببین فلانی چقدر رفتار و کردارش سنجیده است و ماشاءالله مورد تایید، مسخرهش میکنن. کی؟ مثل فلانی. ولش کنین آدمای عصر حجر رو، ولش کنین عقب مونده ها رو، ولش کنین عقب افتاده ها رو، ولش کن بذار اینا رو همون 1400 سال پیش با کتابشون مشغول باشن. الان همه مردم دنیا پیشرفت و تمدن و تکنولوژی به دستشون اومده، اینا هنوز مشغولن با اون 1400 سال پیش و تاریخ خودشون، کتاب خودشون. این جملات منافقینه. این جملات کسانی است که به حقیقت ایمان به الله و رسول نرسیدن. این قول آیات قرآن کریمه. این هر کسی که به الله ایمان داره، هر کسی که به قرآن مجید ایمان داره، باید به محتوای این آیات ایمان داشته باشه. اگه ایمان نداشته باشه باید دست از ایمان خودش بشوره. الله تعالی میفرماد یکی دیگر از صفات منافقین اینه که اینها مسلمانان رو به تمسخر میکنن، اینها مسلمانان رو متهم به نادانی میکنن، اینها مسلمانان راستین که در رأس اونها صحابه رسول صلی الله علیه و سلم و تابعین و تبع تابعین و همسران رسول صلی الله علیه و سلم هستن رو مورد بی احترامی و مورد تحقیر قرار میدن. الله فرمود اینها خودشون نادانان واقعی هستن ولی نمیدونن. یکی دیگر از صفات منافقین در آیه 14 بیان میشه و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا. اینا وقتی که با مؤمنین روبرو میشن میگن ما ایمان آوردیم، ما از شما هستیم، بین ما و شما که مشکلی نیست، ما و شما که با هم اختلافی نداریم، ما و شما که در یک چیزیم، قبله ما یک چیزه، قرآن ما یک چیزه، اسلام ما یک چیزه، پیغمبر ما یک چیزه، دین ما یک چیزه. اینها وقتی که با مؤمنین روبرو میشن میگن که ما و شما هیچ مشکلی با هم نداریم، ما و شما یکی هستیم، اصل ما و شما یکیه. و اذا لقوا الذین آمنوا، وقتی با مؤمنان راستین روبرو میشن میگن ما از شما هستیم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم، وقتی که خلوت میکنن با شیطانهای خودشون، وقتی که برمیگردن، وقتی جلوی مسلمینن این کار میکنن، ولی پشت سر وقتی میرن، وقتی تنها میشن، وقتی که پیش رئیسان خودشون میرن، الله تعالی نفرمود پیش بزرگان خودشون، بلکه اونها رو شیطان نامید، پیش شیطانهای بزرگ خودشون، رئیسان این عده رو الله تعالی میفرماد بزرگان اینها، کسانی که اینا از اونها حرف شنوی دارن، اونها شیطانن. و كذلك جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. این گونه است که الله تعالی فرمود که برای هر پیغمبری الله تعالی یک شیطانهایی گذاشته، چه شیطانهای انسی چه شیطانهای جنی، دشمنانی قرار داده.
از جنس شیطان‌های انسی و شیطان‌های جنی. شیطان‌های جنی خب همین شیطانی است که مشهوره. شیطان‌های انسی دشمنانی هستند، انسان‌هایی هستند که ظاهرشون انسانه و به تعبیر رسول الله صلی الله علیه و سلم قلب‌هایی دارن، قلب‌های شیطانی. اینها شیطان‌هایی هستند که اینا یاران شیطان‌های جنی هستند. اینها همکاران دوستان خودشون از شیطان‌های جنی هستند. انسان‌های شیطان صفتی که در ظاهری از انسان دارن صحبت میکنن و روی زمین قدم میزنن. الله تعالی فرمود این عده، یکی از صفات منافقین اینه، دروغن. جلوی مسلمین یک چیزن، پشت سرشون یک چیز دیگه. جلوی مسلمین میگن بله ما با شما هستیم، وقتی که خلوت میکنن. یکی از صفات منافقین و یکی از مسائلی که تشخیص داده میشه که انسان منافق کیست، خلوت اون هست. انسان مسلمان خلوتش و جلوتش یک چیزه. ترسی نداره از این که صحبتش پشت سر یک شخص بروبروش چی باشه، چون انسان مسلمان ظاهر باطنش یک چیزه، چیزی رو پنهان نمیکنه، هر جا بره یک چیز میگه، صادقانه صحبت میکنه. ولی انسان منافق روبروی انسان یک چیزه. وقتی در خلوت رفت اونجا در خلوت خودش کاملا تغییر میکنه. انسان منافق یکی از صفات منافقین اینه، دروغند، و صفت دیگرشون اینه که خلوتشون کاملا متناقض با واقعیتشون. چیزی که رو میکنن با واقعیتی که هستن کاملا فرق میکنن. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم. وقتی که پیش شیطان صفت ها میرن، پیش سران شیطانی خودشون میرن، پیش بزرگان خودشون میرن، میگن ما با شما هستیم. انما نحن مستهزئون. ما داشتیم اینا رو مسخره میکردیم، ما اینا رو همینجوری فقط سرگرم کرده بودیم، ما یک سری وعده به اینها دادیم که بگیم ما با شما هستیم. وقتی که اینا در جمع مسلمان ها میرن، میشینن، تسبیح به دست میگیرن، از خدا میگن، از رسول میگن، از دین میگن، از اسلام میگن، از ارزش ها میگن، از باورها میگن، از قرآن میگن، از قیامت صحبت میکنن. وقتی که از جمع خارج میشن میخندن. دیدی این ملاها رو، این ملاها، این حاجی ها رو ولش کن، این صوفی ها رو میگه بگذار اینها رو، اینا این بیچاره ها، این عقب مونده ها، این دربدرها، این شروع میکنن به حرف زدن، شروع میکنن به خندیدن، شروع میکنن به تمسخر کردن. واقعیتشون این نیست. اون چیزی که جلوی ما میگن با اون چیزی که پشت سر ما دارن میگن زمین تا آسمون فرق داره. اینما نحن مستهزئون. ما اینا رو داشتیم به دست مینداختیم، ما داشتیم اینها رو به بازی میگرفتیم، ما اینا رو داشتیم مسخره میکردیم، سرگرم بشن فقط. شاید ما رو بتونن فریب بدن. اینها شاید بتونن در ظاهر ما رو فریب بدن با زبان خودشون و رفتار خودشون، اما الله تعالی رو هرگز نخواهند تونست فریب بدن. الله تعالی آشکار کرده باطن خبث باطن اینها رو برای ما. الله تعالی عقیده باطن اینها رو برای ما در صفاتی که انجام میدن برای ما بیان کرده. اینها رو الله تعالی بار دیگر به دفاع برمیخیزه در این آیات از مؤمنین، از مخلصین در مقابل منافقین. اینها گفتن ما اونها رو مسخره میکنیم، الله فرمود الله یستهزئ بهم. الله هم اینها رو به تمسخر خواهد گرفت در روز قیامت. نه که خدای نکرده یک از صفات الله این باشه که به تمسخر بکنه، چرا که جزا از جنس عمله. هر کسی هر عملی انجام بده، جزایی که الله تعالی به اون میده از جنس همون عمل او هست. اینها در روز قیامت معامله‌ای با اونها میشه که اونها در دنیا با مسلمین کردن، در دنیا با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کردن، در دنیا با مسلمان ها کردن. اینها اظهار ایمان کردن در حالی که مؤمن نبودن. در روز قیامت هم اینها وقتی که تقاضای بهشت میکنن، در ظاهر اینها به اونها نوری داده میشه، همونجوری که الله تعالی در سوره مبارکه حدید میفرماید که به اینها نوری داده میشه، به مسلمان ها هم نوری داده میشه که مسلمان ها وقتی که به سمت بهشت میرن این نور راه اونها رو روشن میکنه. ظاهرش اینه که اینها مسلمان بودن، ظاهرا به اینها هم داده میشه. همین که میخوان حرکت بکنن نور اینها کم میشه و اون موقع به مؤمنین میگن انظرونا نقتبس من نورکم، و به سمت ما نگاه کنید، به سمت ما توجه بکنید تا ما هم در سایه نور شما بیایم و با شما به بهشت داخل بشیم. اونها میگن قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. شما که خودتون نور داشتید، شما که خودتون ادعای ایمان میکردید، شما که خودتون مسلمان میدونستید، خودتون برید از اون استفاده بکنید. و اون موقع است که اینها معامله‌ای با اونها خواهد شد که با مسلمین در دنیا کردن. اینا که ادعای ایمان میکردن اون دنیا هم به همون اندازه‌ای که فقط به زبان می آوردن نوری داده میشه و نور اینها خاموش میشه و اونها میمونن با اون ظلمت‌ها و تاریکی ها. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی به اینها مهلت میده، الله تعالی اینها رو رها میکنه، الله تعالی اینها رو میگذاره تا غرق بشن در
گناهان خودشون، در معصیت‌های خودشون، در این کفر و تمرد خودشون. وقتی که اینها مسلمان‌ها رو به تمسخر می‌گیرن، وقتی اینها مسلمانان رو توهین می‌کنن، وقتی که اینها در روبروی با مسلمان‌ها یک چیزن و پشت سرشون چیز دیگری هستن، الله هم اینها رو به حال خودشون رها کرده. اینها همون کسانی هستند که الله تعالی فرمود در سوره مبارکه آل عمران: ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. کفار فکر نکنن، منافقین که بدتر از اینها هستن، اونایی که یک درجه از اینا بالاترن، فکر نکنن که وقتی که با اونها مهلت میدیم ما، و وقتی که مهلت به اونها میدیم، وقتی که اونها رو از بین نبردیم، وقتی که اونها عذاب نشدن، هنوز هلاک نشدن و هنوز مشغول هستن به گناهان خودشون و معصیت‌های خودشون، این رو فکر نکنن که ما خیر اونها رو میخوایم. این نشانه محبت ما نسبت به اونها است، نه هرگز. انما نملی لهم لیزدادوا اثما. ما به اینا مهلت میدیم تا بیشتر گناه بکنن، ما به اینا مهلت میدیم تا بیشتر غرق بشن، ما به اینا مهلت میدیم تا اینا بر گناهان خودشون بیفزایند و طبیعتا در روز قیامت عذاب بیشتری خواهند داشت. الله تعالی میفرماید: الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اونها رو رها میکنه تا در این گمراهی خودشون، تا در این ضلالت خودشون غرق بشن. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی. اینا کسانی هستند که گمراهی رو به قیمت هدایت خریدن، یعنی هدایت رو دادن، گمراهی خریدن. اینها هدایت رو دیدند اما نپذیرفتن، اینها هدایت رو با چشم سر میبینن اما قبول نمیکنن. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم. تجارت اینها سودی به حال اونها نداشت، اینها ضرر کردن در این تجارت خودشون، اینها خسارت دیدن در این که متاع ارزشمند هدایت و دین رو به نفاق فروختن، در مقابل نفاق گرفتن. ظاهرشون مسلمان بود اما حقیقت ایمان هنوز در قلبهای اینها داخل نشده بود. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدی فما ربحت تجارتهم و ما كانوا مهتدین. اینها هدایت نشدن، گرچه ادعای هدایت میکنن، ظاهر اینها اینه که اینها هدایت شدن، اما در واقع اینها در دریایی از گمراهی ها غرقن. اینها هنوز گمراهن، اینها هنوز در کفر و شرک خودشون باقیان، اینها اصلا هیچ نسبتی با اسلام ندارن. کسانی که دروغ میگن، کسانی که ادعای اصلاح میکنن، کسانی که مسلمانان رو به متهم میکنن به حماقت، به نادانی، بلکه بعضی‌ها بالاتر از این هم میرن، بعضی‌ها انقدر گستاخی رو بالا میبرن که حتی مسلمان‌ها رو متهم به فحشا میکنن، سران اسلام رو، بزرگان اسلام رو، بزرگان صحابه رو، همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو متهم میکنن. و وقتی به اونها گفته میشه ایمانی بیارید مانند ایمان اونها، مانند اونها باشید، که چرا قرآن کریم فرموده ایمان اونها رو معیار سنجش ایمان بقیه امت قرار داده، اونها سرباز میزنن، خودشون رو از اونها بالاتر میدونن. الله تعالی میفرماید اینها هدایت نشدن، ولو اینکه خودشون رو مهتدین بدونن، ولو اینکه اینها فکر بکنن تنها هدایت یافتگان روی زمین اینها هستن، هیچ نسبتی با اسلام ندارن. اینها منافقینن، اینها منافقند و اینها در قعر جهنم خواهند سوخت اگر دست بر ندارن از این کارهای خودشون، اگر توبه نکنن از این باور خودشون، از این رفتار خودشون، از این کردار خودشون و از این دیدگاه و اعتقاد خودشون نسبت به دین، نسبت به الله، نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیات 17، 18، 19 و 20، یعنی آیات 4 آیه آخری که الله تعالی در ابتدای سوره بقره درباره منافقین صحبت میکنه، الله تعالی وضعیت منافقین رو توصیف میکنه برای ما، اینها رو به تصویر میکشه. مثلا که مثل الذی استوقد نار. مثال اینها مثل چی میمونه؟ مثال اینها مانند کسی است که یک آتشی روشن کرده، تا از این آتش در یک صحرایی که هوا تاریکه، همه جا سرده، در زمستان تاریکی هست، سرما هست دیگه، این آتشی روشن کرده تا خودش رو گرم بکنه. این آتش وقتی روشن شد، فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. همین که روشن شد، یک کمی دور بر گرم میشه، یک کمی هم که دور بر خودش رو روشن میکنه، همون لحظه الله تعالی این نور رو میگیره. نفرمود که آتش رو میگیره، بلکه فرمود که نور این رو میگیره. وقتی این نور گرفته میشه، اینا در اون تاریکی میمونن، در اون تاریکی اون آتش هنوز سر جاشه. وقتی نور رفت، آتش هنوز هست، تاریکی هست، سرما هست، این تکون بخوره شاید خودش داخل این آتش بیفته. حتی ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. در این تاریکی ها اونها رو رها میکنه و هرگز نمیتونن ببینن این طرف رو یا اون طرف رو، اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. اینجا در اون لحظه مانند انسانی که لاله، مانند انسانی که کره، مانند انسانی که کوره،
گم شدن، نمیتونن کاری بکنن. نه کسی نه جایی رو میبینن، نه تاریکی اجازه میده که جایی رو ببینن انگار چشمای اینا کور شده، و نه صدایی هست که به اونها کمک بکنه سمت راست بیا، سمت چپ بیا، عقب بیا، جلو برو. نه اینکه میتونن از ترس حرفی بزنن. انسانی که انسانی که کره و کوره و لاله، هیچ محاله که انسان بتونه هدایت بشه. هیچ امیدی به هدایتش نیست. هیچ امیدی نیست که این بتونه نجات پیدا بکنه و مسیر رو پیدا بکنه. چون اگه انسان چشم داشته باشه و ببینه خودش میره، اگه چشم هم نداشته باشه، صدا رو بشنوه، حداقل میتونه وقتی بهش بگن فلان جا برو، راست برو، چپ برو، مواظب باش، حداقل با صدا راه خودش رو تشخیص میده. اگر صدا هم نداشته باشه، حداقل بعضی وقتا با زبان میتونه درد خودش رو بیان بکنه، یکی با دستش رو بگیره ببره. اینها نه چشم دیدن دارن در اون تاریکی، نه صدایی رو میتونن بشنون و نه زبان اینها یارای تکلم داره که به درد اونها بخوره. صفت منافقین این گونه است. منافق کوره، کره و لاله. آیات هنوز باقی مونده اما وقت ما به اتمام رسید. انشاءالله بقیه مبحث رو در جلسه بعدی با هم بررسی خواهیم کرد. از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم و ممنون، و همه شما عزیزان رو به الله تعالی میسپارم. شاد و خرم و پیروز باشید.